اون مچید رفته از مچید چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مچید؟ هیچی نمیگیرد. هیچی نمیگیرد. با مچید نمیکنن. هر یک مالا بود مکت کنن. مچید نه. دوموی چی نیست. و مچید ها و دیگر رو رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذشت. دومولا وای مرد من پول دیدم که الان چی پول انجام خوب چیز کرده. چیز کرده. او برای همه ملت میده ما جمهوری میده ما این قمالات چی در کن؟ قانون های قانون سرور دولت های قانون حکومت های یه باید اجرا کردن مردم. اینها مرتدانی هستند که همکاری با مرتد میکنند، منع حکم خدا میکنند، صد عن سبیل الله میکنند. بعضی از اساتید میگن ما نمیخوایم اما مجبور هستیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در معصیت خداوند از هیچ مخلوقی نباید پیروی کرد، چون این اجباری پیش خداوند قابل قبول نیست. خداوند لعنت کند کسانی را که مردم را از شرع خدا منع میکنند، از نماز جمعه منع میکنند. این جنگ با دین خداه. در تاجیکستان تا سن 18 سالگی را رفتن به مسجد من است. چرا؟ دشمنا را میدانند که سنی هست که انسان ذهنن بالغ میشه، فکرن بالغ میشه، حق و باطل تفکیک میکنه. ولی پیامبر ما میگه از سالگی تلقین این را به نماز بکن. تا 18 سالگی را خوگر میشه، عادت میگیره در قلب و در سینه ازی عبادت پروردگار و عقیده حق میشه، مهر میشه، مرگ میشه. هیچ بادی فتنه ای را از جای نمیتکانه، دور نمیبره، در اهتزاز و تذبذب ای را نمیاره. او میگه زمانی که تا 18 سالگی را در ماحول کفری تربیه شد این نماز میخوانه، نماز ای سپورت میدانه. العیاذ بالله. قرآن خواندن یک مفکوره عقب مانده میدانه. کتاب مقدس قرآن کریم العیاذ بالله قاموس کهنه تعبیر میکند.